باید همه آدم رو ببینه کنکرین نباهوتیه. این همین نباهوتیه. این شخصیت لغاره ها. هم اکید لغار خویش یکی اگر که درست گفت درست، نادرست گفت نادرست. صدقان دست در بالای دل مونده. برای که مردم این مردم باید وای میکنن، تکیه میکنن، سوم میتیان. درسته بعضا به خاطر چیزی گرفتن عقیده پسیکولوژی هست. مرحمت. درباره اکای دلوار من یک بار میبینم اکای دلوار رو شخصیتی است که بسیار تیز میرنجد، بسیار حساس است. از عادی‌ترین سخن، از عادی‌ترین نگاه میتواند که یک عمر یعنی خفه شود. بسیار شخصی مهربان است، بسیار دلسوز است، بسیار رحمدل است. اگر شرایط برای این فراهم آورده شود یعنی تیار است که جانش دهد، برای دوست تیار است که جانش دهد. لیکن در مناسبت با نفران دیگر، در مناسبت با جامعه کمبودی‌های خودش دارد که حتی برقرار کردن نمیتونن مناسبت با شخصی نزدیک، چون که این نفر از حد زیاد با نفری که اولیدار میشد پور دل را آشکار میکند، اما نفر دیگر از این چیز استفاده میبرد. برای همین در بیشتر موارد در حیات اولیوی این نفر بسیار عذاب میکشد از جهت پسیکولوژی. درست است. همین نگاه مثلا روانشناسی که با شما گفتم درست است یا نه؟ بله. استاد میبخشید همه دختر نگاه کنید ابو با کدام مشکلات‌های پسیکولوژی روبرو است. یک بار نگاه کنید بهوده صحبت کرد گاز زد خصوصیتش گفت. مشکلات‌های پسیکولوژی یک حالتی است که اگر من موضوع گپ زنم از فولبین یگان فرقیت ندارم، لیکن نه شما با همچون علمی قبول کنن، لیکن وابسته به خصوصیت، وابسته به اونی که در همین چند لحظه در اینجا بدین، هرچند که در روپرو نیست که در روپرو با خودتر در پهلو کمتر است. برای چی میگم زبارم باشه دانستن. اکنون چی گفتن ممکن است؟ خود دوستداری زیاد دارد. بله. خرسانش مثل ما خود دوستداری زیاد دارد. شما همین درستش بفهمید که نه درستش بفهمید که من میفهمم. من میگم یگان کسی دوست نداره. ها؟ یگان کسی دوست نداره. نه، نسبت به اون کسی را دوست می‌دارد خودش از زیادتر دوست می‌دارد و همون زیبایی که هست خودش در آینه می‌بیند و همون آدم از زیبایی خودش حلاوت می‌برد و همین خصوصیت من فکر می‌کنم که در خواهر عزیز به نظر می‌رسد. در برابر همین باز حالت‌های باطنی خودش نمی‌شناسد. یعنی برای چی من همین گونه هستم و من رو همین گونه قبول نمیکنن، یعنی اختلاف‌های داخلی برعکس قبول میکنن. داخلی شخصی یعنی اون مرام‌هایی که در باطن هستند با مرام‌های بیرونی موافقت نمیکنند، در نتیجه یعنی راهگو میزنند در انتخاب کار، در انتخاب کدام نمودی فعالیت، در انتخاب عملی که عین زمان با وجود میاد. دیگر حیران میشود که برای چی مرام‌های باطنی و مرام‌های بیرونی موافقت نکرده شدند. دیگر چی گفتن ممکن است؟ با خودش مناسبتی درست کردن میتواند، جسمی خودش، شخصیت خودش قبول کردگی هست، اما در مناسبت با نفر دیگر با دشواری‌های گوناگون گرفتار میشود. از سبب همون نداشتن تجربه‌های مناسبت با دیگرها. بعضی نفرانی هستند که بسیار تحمل میکنن مقصد مرام‌های خود را میمانند، لیکن در این نفر مقصد و مرام‌های مثلا استفاده بری، مقصد و مرام‌های از اون مثلا بسیار گرفتن او را استفاده بردن در این نفر وجود ندارد. این نفر میخواهد که یعنی آزاد باشد، زندگی آزاد داشته باشد، زندگی همدیگر فهمی، یعنی یکدیگر را درک کردن یعنی انتظاری دارد. اما همین گونه شخصیت، همین گونه وضعیت رو با وجود آوردن بسیار دشوار است. هر چیزی که در اندیشه من بود از مشاهده درستم. استاد یا بر خود مگذار. استاد یا به بر یک دقیقه با هم نگم. من کاری نیست. او کاری نیست که بسیار باشه. هم که یک دقیقه با گپ است. ما مرد کم و زنه که بسیار خوب بسیار نه است.
бо боиси вай нашавен, малол нашавен. Не, не, Мен ҳақиқат эфирда дар шумо ҳамин гуна яъне манфиатҳое ки ҳам ба манфиати худатону ҳам ба манфиати ҷомеа аст бартарӣ зиёд дорад. яъне ин чиз ба фоидаи ҷомеа ҳам ҳаст, ба фоидаи худатон ҳам ҳаст. акнун ҳолати чӣ ҳанамун худатона дурустбаҳо додан, дӯстотона аз душмано яъне ҷудо карда тонистан, дар шумо ҳамин хел маҳоратҳо оҳиста оҳиста пайдо шуда истодааст. яъне дар шумо таҷрибаи ҳаётӣ, таҷрибаи идора кардани одамони дигар яъне пайдо шуда истодааст. барои ҳамин ман ҳамин гуна шахсиятро дар шумо мебинам. бас нест? зиёдате